با سلام، من خباز هستم، کارشناس ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی. فعالیت معماری انجام میدم به اضافه فعالیت‌های فرهنگی تو زمینه بیشتر همون مربوط به حرفه خودم که مهمترینش میشه به خانه ترابی توی محله بازار بهش اشاره کرد. در مورد اینکه ما از چه واژه‌ای استفاده می‌کنیم، مثلا میگیم یه خونه کلنگیه یا یک بافت قدیمیه یا بافت تاریخیه، اینا همه ارزش‌های خودشونو داره. یعنی شما وقتی که میگین یه خونه کلنگی یا قدیمیه، یعنی تصمیمتون رو گرفتین، یعنی نتیجهش اینه که تخریب بشه. ولی وقتی شما میگین یه خونه قدیمیه، میتونه واجد یه سری خصوصیاتی باشه، میتونه تاریخی باشه و میتونه نباشه و اگه هم تاریخی نباشه لزوما به معنی نیستش که یه خونه‌ای هستش که باید تخریب بشه. یعنی ما یه سری بناهایی داریم، مثلا توی رشت خانه ابریشمی یه مشخصا یه خونه تاریخیه و چون یه سری اتفاقات تاریخی هم توش افتاده اون ارزش خودشو داره، ولی دلیل نمیشه که بگیم که بقیه خونه ها رو باید تخریب کنیم، فقط مثلا 10-15 تا خونه رو باقی بذاریم یا مثلا بافت تاریخی تعیین کنیم، بافت قدیمی تعیین کنیم. عملاً میشه تو یک محله‌ای که خونه‌هایی با ارزش آنچنانی نداشته باشه، خونه‌هایی هم پیدا کرد که واقعاً ارزش حفظ کردن رو داشته باشه. خانه ترابی یه پروژه دانشگاهی بود که من سال 83 اینو به عنوان درس مرمت بنا برداشتم و البته خونه خانوادگی من هست، من توش بزرگ شدم از بچگی، خونه مادر بزرگم بوده و وقتی که من شروع کردم به فعالیت برای حفظ این بنا در عمل، یعنی از سال 91، خیلی به من میگفتن که این خونه اصلا ارزششون نداره، یا حتی کسایی که تو اون خونه زندگی میکردن میگفتن یه خونه فرسوده است و با تخریب بشه و اینا. حتی کسایی که کارشناس هستن، کارشناس معماری هستن و تو این زمینه خبره هم هستن، خیلی هاشون معتقد بودن که این خونه ارزش این فعالیت رو نداره. ولی من پافشاری کردم سر این قضیه که من میخوام یک الگو، یک نمونه از یه خونه قدیمی رو حفظ کنم که چندین خانواده درش، چندین نسل درش زندگی کرده. یعنی وقتی یه خونه‌ای در مرکز شهر رشت قرار گرفته و شما میتونین از حتی مثلا لایه‌های مختلف معماری که مردم شناسی هم جزء اون هست و منم اشراف به این قضیه دارم، وقتی زندگی مادر بزرگم، پدر بزرگم، داییام و غیره تو این خونه دیدم، من میتونم به اون الگو ازش بهره برداری کنم، هرچند که شخصیت‌های مهمی نباشن، مثلا یه شاعر مهم یا معروفی تو این خونه متولد نشده باشه، رشد نکرده باشه، به عنوان یک الگوی زندگی یک گیلانی که متاسفانه این خونه‌ها روز به روز در حال تخریب شدن و از بین رفتن هستن و وقتی که من شروع کردم خیلی تعداد بیشتری خونه وجود داشت و الان دیگه متاسفانه اون خونه‌ها وجود ندارن برای بررسی کردن، برای آموختن. یعنی ما معماری جدیدمون بدون مطالعه کردن و شناخت از بستر ترک مردم هست، حالا اقلیم و اینا هم که اشاره کردین، اصلا هیچ مفهومی نخواهد داشت.
فکر می‌کنم بین کشورهای دیگه شاید ترکیه که به ما نزدیک هست، حالا به لحاظ فرهنگی، حالا همسایه‌مون هم هست، اگه اونا بررسی کنیم، خب اینا اومدن روی یه سری فاکتورها سرمایه گذاری کردن، مثلا رو گردشگری. صنعت توریسم یا گردشگری ما اصلا قابل مقایسه با ترکیه نیست به لحاظ یه سری مؤلفه‌ای که اصلا ما اگر بخوایم نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم. عملاً به نظر من این توریسمه که تونسته یه سری بافتای تاریخی رو توی ترکیه حفظ کنه. کشور اروپایی خاصا اون فرهنگشون چیزی دیگه، یعنی شما وقتی در نظر بگیرید که مثلا یه آدمی که خیلی مولتی میلیاردره میگه من قلعه تاریخی خودمو دارم و تو اون قلعه تاریخی داره زندگی میکنه، ما حاضر نیستیم تو خونه‌ای که مثلا 50 سال پیش یا مثلا 80 سال قدمت داره بریم توش زندگی کنیم، چون اصلا شرایطش مهیا نیست. من تو همین خونه ترابی که در واقع بهش اشاره میکنم، خونه مادر بزرگم بوده. من از مادرم پرسیدم که من اونجا رو برای شما آیا اگه به روزش بکنم حاضرین توش زندگی کنیم؟ میگن نه. مثلا پارکینگ اونجا نداره، وسط محله بازاره، پارکینگ نداره، سرویس بهداشتیش خارج ساختمونه، خونه قدیمیه و یه روحیه خاصی میخواد. الان دیگه اصلا جامعه فاصله گرفته اصلا، یعنی انگار اون ساختمون توی تاریخش به قول معروف منجمد شده. یعنی شما در رو که باز میکنید وارد اون فضا میشین، حوض و چاه که میبینید و اون سکوتی که هست، اصلا انگار نه انگار که در داخل شهر شما وارد یک محیط در واقع اونم دور و برش هم فعالیت‌های دقیقاً اصلا یه آرامشی داره. بعد حالا چون رسیدگی هم نشده یه سری درخت و اینا هم در اومده، پرنده داره، چیز اصلا یه فضای دیگه داره، چون مسائلی که قبلا انتخاب می‌شده در واقع طبیعت دوست بوده. ما الان از توی ساختمان‌های زندگی می‌کنیم که از جنس بتون و فلز و سرامیک و چیزای مصنوعی MDF و اینا هستش که اینا اصلا با طبع و روحیه ما همچین سازگار نیستش. اینو وقتی می‌فهمیم که توی خونه روستایی یا توی خونه قدیمی که حال و هوای در واقع دوران قدیمو داره، فقط کافی یه ساعت 2 ساعت توش زندگی کنیم. یکی از مهمترین مشکلاتی که همچین خونه‌ای دارن اینه که خوشبختانه ما یه فرهنگ خیلی یه تمدنی داشتیم، یه فرهنگ پرباری داشتیم و این بناهایی که ارزشمندی که تو کل کشور باقی مونده نشان دهنده در واقع این مدعی است. خب یعنی شما فکر می‌کنید که الان با وجود مشکلات اقتصادی خود دولت چقدر میتونه بودجه براش تصویب کنه؟ وقتی مردم به این ساختمون قدیمی که از کنارش سالها عبور کردن، تو اون محله بزرگ شدن، الان مثلا 80 سال 70 سالشونه، وقتی به اون خونه‌ای که اینقدر حس کردن براش ارزش قائل نیستن، خب مسئولین باید چی رو نگه دارن؟ مثلا تو خود قضیه خانه ترابی شاهد بودم که خونه مجاور خانه ترابی داشتن میساختن که یه ساختمان قدیمی بود، در واقع ارزش ساختمانی نداشت و یه مغازه‌ای ساخته شد و چقدر کارشناسای میراث فرهنگی اومدن و اونجا با اصرار مالک اونجا رو مجبور کردن که نمای مشابه خانه ترابی رو در واقع کنارش بسازن. حتی 1 متر در طول به اون مالک بخشیدن، گفتن شما اجازه عقب نشینی نداری، در عوض باید اینا رو رعایت کنی، یعنی به نفع مالک هم شده. ببینید همیشه این صحبت‌ها بوده تو شهرداری، من توی کارگروهاش هم بودم، بستای تشویقی بدیم و نمیدونم خیلی کارهای دیگه، ولی من همچنان معتقدم که این یه مشکلیه که به صورت مردمی از داخل باید حل بشه، یعنی یه چیزی که از پایین باید حل بشه.